برای اولین بار در تاریخ استونیا یک خانم رهبر این کشور انتخاب شد. برای انتخاب کرستی کاریولند 46 ساله 81 عضو پارلمان رای دادند. در مجموع 101 وکیل عضو مجلس این کشوری نزد بالتیک هستند. تا این زمان کاریولند 12 سال استونیا را در پالات حساب اتحادیه اروپا معرفی میکرد. ماه آگوست پارلمان استونیا نتوانست پرزیدنت نوی کشور را انتخاب کند. هیچ یک نامزد نتوانست رأی ضروری را برای وارد شدن به پارلمان به دست آورد. آوازدهی دویم باره در آخر ماه سپتامبر نیز همین گونه ناکام شد. در مراجعتش به پارلمان کاریولند گفت که از نتیجه های انتخابات در تعجب نیست، چون که تمام هفته آخر صحبت ها از هر سو در همین باره بوده است. من همین حالا یک مقام را در سطح اروپایی ترک کردم. حالا وظیفه من این است که تمام کشور را سفر کرده با مردم ملاقات کنم. استونیا یک جمهوری پارلمانی است. مقام پرزیدنتی هم در این کشور بیشتر نقش رمزی دارد. پرزیدنت فعلی توماس هندریک ایلویس در مقام پرزیدنتی 2 مهلت یعنی 10 سال آخر کار کرد. قرار است روز 10 اکتبر مراسم سوگند یادکنی پرزیدنت نو برگزار شود.